بسم الله الرحمن الرحیم و آتاکم من کل ما سألته. موسی که این کلش نعمتهای خدا الله متعال براتون میگه. مثلا وقتی که آیت میخونی چی فکر میکنی؟ الله متعال میگه که یکی از عبادات چی است؟ عبادات فکری هست. ما و شما 6 قسم عبادت داریم. چند قسم عبادت داریم؟ 6 قسم. اول قسمش عبادات فکری هست، دوم قسمش عبادات قلبی هست، سوم قسمش عبادات زبانی هست، چهارم قسمش عبادات بدنی هست، پنجم قسمش عبادات مالی هست، ششم قسمش عبادات قانونی هست که تشریعی را میگن. 6 قسم عبادت الله را باید بکنی. 6 قسم. قسم اول عبادت اینجا الله متعال میگه که انسان مسلمان سهل کنه که الله ذات بر شما آسمان خلق کرد، زمین خلق کرد، از دو قدرت الله فکر کنین. نه عبادت فکری هست. در خلقت آسمان ها فکر کو، در خلقت زمین فکر کو، آب فکر کو که چه قسم از آسمان پایان میشه و در زمین میآید و چه قسم توسط از این ثمرات میوه ها و سبزیجات یا و درخت ها میروین. دیگه بر شما دلیل قدرت خدا میگه عبادت فکری میشه. سر از یا فکر کنین. در کشتی فکر کنین که کشتی که 4 تن 5 تن 10 تن وزن داره، این چطور در سر آب در حرکت است. چه قسم مسخر کرده بر شما دریاها را، قمر مهتاب سل کنین، شب و روز ببینین که چه قسم مسخر کرده. و آتاکم، و دیگه شما سل کنین که الله متعال داد بر شما من کل ما سألتموه، از چیزهایی که شما او را سوال کردین. حتی میگه الله کریم است، حتی چیزایی که از پیش الله نخواسته باشی هم برات الله داده. تو که از الله چشم خواستی که چشم دادید؟ گرده خواستی کدام روز ریزه دادی؟ الله به اساس رحمت خود برات گرده داد، قلب برات داد، تمام اعضای بدن برای تو داد، اکسیژنی که نیاز داری برای تو داد. یک عضو بدنت که ناقص شوه باز میفهمی که چقدر مشکلات است. الله متعال میگه اگر شما در باری کل ازیا فکر کنین و باز بعد از او که کلی نعمتهای الله را سرتان فکر کردین که الله بر ما چقدر نعمت داده، میگه اگر یک کتابچه و قلم را بگیرین یک نعمت الله را شما محاسبه کردن نمیتونین. و ان تعدوا، و اگر شما بشمارین، حساب بکنین، احصایه بکنین نعمت الله، نعمت الله را یعنی نعمتهای الله را، یک نعمتش شما کلش محاسبه کردن نمیتونین که چه قسم بر شما داده. لا تحصوها، شما نعمتهای الله متعال سرتان حساب کردن نمیتونین، از دستی که زیاد از نعمتهای الله هست. ان الانسان، میگه این انسان کس چرا این نعمتها را حساب نمیکنه؟ چرا که اگر انسان شکر بکنه، تفکر و تدبر، نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه که باز بر رحمت الله چی میشی؟ تسلیم میشی. باز میگه آن کس که تو را شناخت جان را چی کند؟ فرزند و عیال و خانمان را چی کند؟ دیوانه کنی، هر دو جهانش بخشی. این ما وقتی که فکر کردیم بیخی مثل دیوانه وارد شدیم. سبحان الله که الله چقدر نعمت ها را بر ما داده، هم در دنیا و هم در آخرت. میگه دیوانه تو هر دو جهان را چی کند؟ میگه من دنیا را در نعمت های زیاد فکر میکنم، نه در نعمت های آخرت، جنت و باغ یپا. بزرگترین نعمت الله دیدار الله هست. میگه کسی که به نعمتهای الله زیاد فکر کنه، میگه کاش که الله متعال این نعمت بر ما بده که در روز قیامت نصیب ما شود که من در جنت الهی دیدار الله را بکنم. و ان تعدوا، اگر حساب کنی نعمت الله، نعمتهای الله متعال را، لا تحصوها، شما این را احصایه کرده نمیتونین، یعنی محاسبه کرده نمیتونین، بسیار زیاد است. ان الانسان، یقینا کمی انسان که از ظلوم، بسیار ظالم است، که سر خود ظلم میکنه، عبادت فکری نمیکنه. کفارون، بسیار ناسپاس و ناشکر است که هر قدر الله متعال میگه برش نعمت میدیم هیچ وقت شکر از این نمیکنن. و اذ قال ابراهیم، و یاد کن هنگامی رو که گفت ابراهیم علیه السلام رب، ای رب من اجعل لی، این چی میگن؟ توسل به اسماء الله میگن. همیشه در قرآن سعی کنین همین پیغمبرها توسل با چی میکنن؟ با نامهای الله میکنن. ابراهیم علیه السلام که پدر پیغمبرها هست، موحد است، یکتا پرست است. یکی از عبادات قلبی و زبانی هست. عبادات است که قلبت به الله تعلق بگیره، با زبانت نام الله میگه. این و اذ قال، و هنگامی که گفت ابراهیم علیه السلام رب، ای رب من توسل میکنم به نام تو که اجعل، بگردان هذا البلد، این شهر که مکه مکرمه هست، این چی بگردان؟ آمنن، شهر با امنیت بگردان. و جنوبنی، و دور نگهدار مرا و بنی و فرزندانم را، ان نعبد الاصنام، که مثل دیگرها واره پرستش بت‌ها را بکنیم. ما را پروردگارا از بت پرستی و قبر پرستی و انسان پرستی و مخلوق پرستی خودت توفیق بده که ما از این چیزا
نجات پیدا کنیم. رب ای پروردگار من انهن یقینا که اینمی مردمانی که در اینجا هستند به نامی که ما پیرو ابراهیم هستیم، به نامی که ما پیرو اسماعیل هستیم، اضللن کثیرا من الناس گمراه کردن بسیاری از مردم را. اینا کلشان میگفتن که ما بسیار مردمای خوب هستیم. این مردم ها چی کردن؟ میگفتن ما از پیروان نوح علیه السلام هستیم، دیگه پیغمبرها هستیم. یهودی ها میگفتن ما پیروان موسی علیه السلام هستیم، نصرانی ها میگفتن ما پیروان عیسی علیه السلام هستیم. امی ابراهیم علیه السلام میگه رب ای پروردگار ما انهن امی مردم که هستن، امی مردمای بت پرست که هستن، در هر جا که ببینی که اضللن گمراه کردن کثیرا من الناس بسیاری از مردمان را، فمن تبعنی پس هر کسی که متابعت از من بکند فانه منی اونمو از من هست. سعی کنین پیغمبر میگه کسی از من هست که از من متابعت میکنه. متابعت چه قسم میشه؟ که در هر لحظه زندگی هر سنت پیغمبر به یاد داشته باشی. اما این متابعت نیست که تو پیروی از پیغمبر در عروسیت ساز میاری، در مردیت رواج میکنی، در خیراتت بدعتها را میکنی، در عقیدت شرکیات داخل میکنی، باز یک سال بعد دو سال بعد باز یک روز به نام پیغمبر. اینجا پیغمبر میگه که فمن تبعنی، ما و شما در ملت کی هستیم؟ در ملت ابراهیم علیه السلام هستیم نیستیم؟ و الله گفته که ملت ابراهیم علیه السلام ملت پاک است و خوب است. ابراهیم علیه السلام چی میگه؟ میگه پس هر کسی که از من متابعت کرد اونو شخص منی، از جمله ما هست، از امت ما هست، از پیروان ما هست. و من عصانی، و کسی که معصیت نافرمانی مرا کرد. صبح چه قسم از خواب میخیزی؟ پیغمبر چه قسم میخواست؟ والا نمیفهمم. پیغمبر سم چه قسم تشناب میرفت؟ والا نمیفهمم. پیغمبر سم چه قسم نماز میخوان؟ والا نمیفهمم. باز چی میگن؟ باز میگه والا من محبت دارم و دوست دارم پیرو پیغمبر هستم. و من عصانی، باز ابراهیم علیه السلام کسی که نافرمانی مرا کرد، فانک غفور رحیم، پروردگارا ما برش بدعا نمی کنم، تو غفور و رحیم هستی، می بخشش ببخشش، لکن امت من نیست، پیرو من نیست، دوست من نیست. ربنا ای پروردگار من انی اسکنتو، یقینا که من سکونت کردم، ساکن ساختم، من ذریتی اولادهای خود را، فامیل خود را، به واد غیر ذی زرع، در یک وادی که غیر ذی زرع قابل زراعت نیست. مکه مکرمه هیچ جای زراعت نداشت. عند بیتک المحرم، در نزد خانه محرم تو، خانه محترم تو. ربنا ای پروردگار ما لیقیم الصلاة، تا که اینا اقامه نماز بکنن، فجعل افئدة من الناس، پس بگردان دلهای مردم را، تهوی الیهم، که اینا علاقمند باشه به طرف از اینا. به طرف کی؟ به طرف امیم اماکن مقدسه. انسان همیشه دلش میشه کاش که الله مرا توفیق بده حج برم، کاش که توفیق بده به مکه مکرمه برم، کاش که الله توفیق بده برم این مناطق عبادت کنم بنشینم. این دعای ابراهیم علیه السلام قبول شده. فجعل بگردان یا الله دعا کرده، افئدة من الناس، قلبهای مردم را، تهوی الیهم، که اینا مائل باشن علاقمند باشن به طرف از او. وارزقهم من الناس، بعضی از مردم، کل الناس نیست، بدین و مشرک و منافق یا علاقمند نیستن، انسانهای دیندار. وارزقهم من الثمرات، و یا الله متعال اینجا خو وادی غیر ذی زرع است، زراعت نمیشه، لکن یا پروردگار تو برشان رزق بده، من الثمرات، از امی ثمرات و میوه هایی که در اینجا هست، لعلهم یشکرون، شاید که اینها شکر نعمت های الله را بکنند. ربنا ای پروردگار ما انک، یقینا که تو تعلم میدانی، ما نخفی و ما نعلم، یا الله تو عالم الغیب و شهاده هستی، یا الله تو همه چیز میفهمی، یا الله تو میدانی که آنچه را که نخفی ما مخفی میکنیم، و ما و آنچه را میدانی که نعلن و ما اعلان میکنیم یا آشکارا را بیان میکنیم. و ما یخفى علی الله من شیء فی الارض ولا فی السماء، یک موضوع عقیدتی در علم غیب الله. الله متعال میگه که ما عالم الغیب هستم، و ما یخفى علی الله، و مخفی نمیماند بر الله، من شیء هیچ چیز، فی الارض در زمین، ولا فی السماء و نه هم در آسمان، و ما یخفى و پنهان نمیماند. یا این قول الله هست یا قول است که الله متعال نقل میکنه از ابراهیم علیه السلام، که و ما یخفى، یعنی ابراهیم علیه السلام میگه که ما یخفى علی الله، هیچ چیز مخفی نمیماند بر الله، من شیء هیچ چیز، فی الارض در زمین، ولا فی السماء و نه هم در آسمان. الحمدلله، حمد و ثنا و صفت از خاص برای الله، الذی، آن ذاتی که وهب لی علی الکبر، که بر من هبه داد. وهاب کی است؟ الله هست. وهاب الله هست. برای ابراهیم علیه السلام چی را هبه داد ذات وهاب؟ علی الکبر، در کلان سالی، در بزرگ سالی،
کی رو برش هبه داد؟ دو فرزند برش داد، اسماعیل و اسحاق. یکیش اسماعیل علیه السلام بود، دیگهش اسحاق علیه السلام. ان ربی لسمیع دعا. ابراهیم علیه السلام میگه یقینا رب من لسمیع دعا، بسیار شنونده دعا هست. هر کسی که به الله دعا بکنه الله متعال دعایش میشنوه. ربی ای پروردگار من اجعلنی مرا بگردان مقیم الصلاتی، که من برپادارنده نماز باشم. یعنی بزرگترین عمل که است نماز است که به طریقه پیامبرا باشه. رب ای رب من اجعلنی بگردان مرا مقیم الصلاتی، که من اقامه بکنم نماز را. و من ذریتی، و همچنین یا الله توفیق بده ذریه فامیل ما اولادهای مرا. ربنا ای رب ما پروردگار ما توسل میکنه به اسم الله و نام الله که رب است. ای رب ما و تقبل دعا، قبول بگردان دعاهای ما را. ربنا ای پروردگار من اغفر لی، مغفرت کن مرا، ولی والدی و والدین مرا، مادر و پدر ما، وللمؤمنین و مؤمنان را یوم در روزی که یقوم الحساب استاده می شود مردم به خاطر حساب گیری. ولا تحسبن الله غافلا، ولا تحسبن، و گمان مکو ای انسان الله را اتو گمان نکو که غافلا بی خبر است اما یعمل الظالمون، از آنچه که ظالمان میکند. انما یؤخرهم لیوم، الله متعال اینا را تأخیر میپرته، عذاب از اینا را، اینا را عذابشان تأخیر میکنه. لیوم، به روزی که تشخص فیه الابصار، که خیره میماند در آن چشمها. مهطعین، حالت انسانهای بیدین در روز قیامت چه قسمی باشه؟ میگه مهطعین، بسیار شتاب زده و ور خطا می باشن. مقنع رؤوسهم، که همون از ترس سرای خود بالا گرفتن، همین قسم که باش عذاب الله از کدام طرف سر ما میایه. لا یرتد الیهم طرفهم، حتی میگه لا یرتد، بسته نمیشه، باز نمیگرد، الیهم طرفهم، چشمایشان پت نمیشه، اما تو شخ مانده و تو سهل کرده میره از ور خطایی که چه وقت عذاب الله بالای ما نازل میشه. و افئدتهم هوا، و قلبهایشان در تپش است، در پریدن است، در ترس است. و انذر الناس، و بترسان مردم را ای رسول الله صلی الله علیه و سلم. یوم یأتیهم، از روزی که میآید بهشان العذاب، و عذاب. فیقول الذین ظلموا، باز میگن کسانی که ظلم کردن، ای اشرکوا، شرک کردن، در ذات الله کس را شریک ساختن، در صفات الله شریک ساختن، در عبادت الله شریک ساختن، در اطاعت الله و شریعت الله شریک ساختن. فیقول الذین ظلموا، باز میگن همین ظالمای مشرک ربنا ای پروردگار ما اخرنا، بر ما مهلت بده، الی اجل قریب، میگه ما رو یک وقت دیگه بده، یک مدت کم، نجب دعوتک، که ما همو دعوت تو را، حکم تو را اینو چی کنیم؟ اجابت کنیم. و نتبع الرسل، باز ما متابعت از پیغمبرها بکنیم. تا بالا دروغ میگفتیم، ما پیروی از پیغمبرها میکردیم، هیچ سنت پیغمبر خوش نداشتیم. تا اگر یک کسی دیگه هم که سنت پیغمبر انجام میداد او را مانع میشدیم. حال بر ما پروردگار میگن که وقت بده، باز ما دعوت تو را، قرآن و سنت قبول میکنیم. دعوت الله چی است؟ کتاب الله هست و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. و نتبع الرسل، باز ما متابعت از پیغمبر رو میکنیم. بسیار 100%. الله متعال میگه اولم تکونوا اقسمتم من قبل، آیا شما نبودین که اقسمتم قسم میخورید من قبل از این میگفتین ما لکم من زوال، که شما هیچ زوال ندارین، ما هستیم، همین دنیا هست و همین قدرت است. و سکنتم فی مساکن الذین، و سکونت کردید شما در منازل کسانی که ظلموا انفسهم، ظلم کرده بودن بالای نفسان خود. و تبین لکم، و بر شما قبلا واضح شده بود کیف فعلنا بهم، که ما اونا را چی فعل کردیم، چه قسم اونا را جزا دادیم. شما خود همین جای زندگی میکنین که شما میبینین که مردمای ظالمی که قبل از شما بودن در جای از اینا هستین. حال شما کسایی رو میبینید در جایی که شما میشینید و در چوکیایی که شما میشین 20 سال پیش 30 سال پیش در این چوکی ها و در این مقام ها مردمای ظالم شیشته بودن که کلش الله متعال هلاک ساخت. و ضربنا لكم الامثال، والله متعال میگه ما برای شما مثال ها را هم بیان کردیم. و قد مکروا مکرهم، اینا برنامه ریزی کردن با برنامه های خود به شکل فریبکارانه. و عند الله مکرهم، و به نزد الله تمامی برنامه های از اینا روشن است، واضح است، تمام فریبکاری هایشان. و این کان مکرهم، اگر چی شما اگر فکر کنین اهمی دسایس و برنامه ریزی های از اینا که است، لتزول منه الجبال، حتی کوها از این چی میشن؟ زائل میشه و ایکوها از چی میشن؟ از بین میرن. یعنی یک قدری برنامه میسازن که حتی یک قدر آدم ظاهرا که فکر میکنه مثل ازی که
شاید کل جهان تکت تکه بسازن، لکن الله متعال میگه که کل مکر و فریب و دسیسه و برنامه از اینا پیش ما بسیار واضح و ساده و آسان است و کل فریب هایشان با خبر هستیم و کل برنامه هایشان خراب میکنیم. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسوله، میگه فلا تحسبن، پس گمان مکو که الله متعال خلاف میکنه وعده خود را، رسوله با پیغمبرانش، آنچه که به پیغمبران وعده کرده که ما ظالمان بالاخره هلاک و نابود میکنیم، این الله متعال وعده خود خلاف نمیکنه. ان الله، یقین داشته باشین که الله متعال عزیز غالب است، ذو انتقام، بسیار انتقام گیرنده هست. یوم تبدل الارض غیر الارض، روز قیامت روزی هست که این زمین تغییر میکنه. این زمینی که امروز هست این نمی باشه، بلکه زمین دیگه، میدان دیگری بر حشر می باشه. چرا الله متعال میگه یوم تبدل و تبدیل میشه؟ اینا یا تبدیلی است که بیخی زمین کاملا از بین میره، و یا ای که زمین کوها و صحراها و همین چیزای از یا که سنگا و چیزای کلش گدوت میشه، اما زمین مثل یک صفحه وار میشه. دیگه تبدیلیش هر دوش امکان پذیر است. یوم، روزی که تبدل الارض تبدیل کرده میشه، غیر الارض، بغیر از ارض زمین امروزی، و السماوات، و همچنان آسمان ها، این سیارات یا را که سهل میکنین یا کلشان، اذا شمس کورت، آفتاب تکت تکه میشه، از بین میره، ستاره ها از بین میره، نجوم انکدرت، کل از اینا، یعنی نظام شمسی کاملا چی میشه در روز قیامت؟ از بین میره. و برزوا لله الواحد القهار، و آشکار میشوند تمام آنچه که هست در آسمان ها و زمین، تمام مخلوقات استاد میشن در مقابل ذاتی که واحد است، یگانه هست، القهار، بسیار غالب است. و تر المجرمین یومئذ، و الله متعال میگه باز این روز ببینیم مجرم ها را، یومئذ مقرنین فی الاصفاد، که باز بسته شده می باشند در چی؟ در زنجیرها. سرابیلهم من قطران، الله متعال میگه سرابیلهم، لباس های از اینا، من قطران، یک قسم لباسی هست میگه سیاه، ماده سیاه رنگ داره، مثل قیر واره. اون ماده سیاه رنگ قیر یا تیل، چون وقت مردم قطران همون یک ماده بود که وقتی که در سر یک لباس یا چیزی می بود، شما که اگر لباس یک کس از قیر باشه، اگر در میگیره، باز اون نفر که لباسش تیل پر باشه و قیر باشه و یک پا باشه مبلایل، باز دیگه اون خوب زود در میگیره دیگه. میگه لباس های از اینا کس اینمت لباس های است که او چی هست؟ مبلایل زدگی هست، قیر زدگی هست، قطران. و تغشا وجوههم النار، روحای از اینا را هم میگه تو پت کرده آتش دوزخ. الله حفظ بکنه، الله حفظ بکنه. اللهم انا نعوذ بک من عذاب النار. لیجزی الله کل نفس، تا که الله چی بته؟ پاداش بته، جزا بته، کل نفس، بر هر شخص ما کسبت، آنچه که خودش انجام داده. ان الله، یقینا که الله متعال سریع الحساب، بسیار سریع حساب گیرنده هست. هذا بلاغ للناس، میگه این تبلیغ است، پیام است، این قرآن عظیم شان برای مردم. ولینذروا به، تا که مردم توسط از بیم داده شوند، توسط از ترسانده شوند، تا از که عاقبت بفهمند. در مقابل تو انسان چی قرار داره؟ در مقابل تو جان کندن قرار داره، عذاب قبر قرار داره، حالت برزخ قرار داره، صراط قرار داره، قیامت قرار داره، پل صراط هست، قنطره هست، و تمام این مشکلات حساب و میزان هست. کل عزیز، ولیعلم، و تا مردم بدانن این تبلیغ قرآن بر تبلیغ آمده تا که مردم بترسن، ولیونذروا به، تا که بترساند یا بیم بدهد توسط ازی قرآن عظیم شان مردم را از اینمی شرک و کفر و بیراهی که نتیجهش باید چی میشه؟ اینمی عذابهای سخت الهی می باشد. ولیعلم، و تایی که بداند انما، یقینا که هو الله متعال کس، اله، معبود هست به حق، که ذاتش باید عبادت شوه و شریعت از او فقط تطبیق شوه، دیگه قوانین قبول نشوه. بغیر از عبادت از او عبادت به کس دیگه انجام داده نشوه، و بغیر از تطبیق شریعت از او قوانین دیگه پذیرفته نشن. این معبودتان معبود واحد است، یگانه هست. ولیذکر اولو الالباب، تا ای که پند بگیره، نصیحت بگیره مردمایی که صاحب قلب سالم و سلیم هستند.